و آخرین تمرین کتاب دوم، تمرین شماره 89. امیدوارم که تا اینجا رو زده باشین، ویدیوها رو دیده باشین، ویدیوها تونسته باشه خدمت کوچیکی به شما عزیزان کرده باشه. تمرین 89 هم مثل تمرین‌های این 3-4 تا تمرین آخر با کوک میلا نواخته میشه. میلا رو توضیح دادم تو ویدیوی قبلی، انگشت گذاریش چجوری هست. علامت فای سوری داریم و سول دیز. این آهنگمون 2 تا سرعت داره. سرعت اول، قسمت اول کمی کنتر از قسمت دوم هست، از ساخته های درویش خان. ریتم 6/8، 6 تا نوت چنگ داخل هر میزان خواهیم داشت. با سرعت پایین میریم، هر چنگ برابر 1 شماره، پس طبیعی هست که سیاه برابر 2 شماره خواهد شد. تو خونه با سرعت پایین اول بزنین، کار کنین، ریتمش که در اومد تو ذهنتون جا افتاد مترونوم بذارید، سرعت رو ذره ذره ببرین بالا. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 سکوت لا 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 سول فا سول فا می لا سول فا سول فا می فا سول لا سول فا سول لا سی سول لا سی. تریل سی حتما کنارش بخوره چون دو به کاره. سکوت دو سی لا سی سول لا سی سول لا. سکوت سی لا سول لا سول فا سول فا می فا سول لا سی سول. سی و انگشت چهارم گذاشته لا سی سول لا صفر سی دو سی لا سی سول لا سی سول لا. دوباره سکوت می فا سول لا سی دو سی لا سول سی لا. سکوت می ره دو ره دو سی دو سی لا سی. سی انگشت اول رو سیم چهارم، سی دو ره می ره دو سی دو سی لا سی. دوباره سی دو ره می انگشت چهارم. سکوت ره دو سی لا سی لا سول لا می سف می فا سول لا سی دو لا دو سی ره دو می ره دو سی ره دو. دو میشه یه دونه سیاه نقطه دار دو. سکوت سی لا دو سی لا سول سی لا لا سی سول لا. بخشش میفته تو میزان بعد، پس شد می فا سول لا سی دو. پوزیشن انگشت اول میشه لا، انگشت دوم سی با فاصله، انگشت سوم دو بهش بچسب، انگشت چهارم ره میشه ره دو دو سی ره دو دو. دوباره ره دو دو سی ره دو دو. ره انگشت چهارم از پوزیشن در میایم، سی لا سول لا سی دو ره دو دو میره میشه 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. دوباره میریم پوزیشن دو، انگشت سوم دو سی سی لا دو سی سی. انگشت اول لا، انگشت دوم با فاصله، انگشت سومش به چسب 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 سی سی لا لا سول لا می می میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ره می دو سی لا سی دو ره سی لا سول سی لا سی سول لا لا سی دو. دو اینجا سوری میشه لا سی دو ره می فا سول فا می سول فا می لا می ره دو سی دو سی لا سی 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 تا این میشه 5 و 6 1 2 3 4 5 6 لا سول سی لا سی سول لا لا سی دو ره می فا سول فا می سول فا. ولت دو رو میزنیم می ره دو سی دو ره می دو سی لا سی دو ره سی لا سول سی لا سی سول لا. لا آخر دوبل. سرعتمون یکم بره بالاتر لا لا
3 تا شماره اولی میشه 4 سکوت، 5 چجوری میزنیم؟ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 لا سول فا سول فا می ره فا می سول فا لا سول فا می ره لا 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 سول فا سول فا می ره فا می ره می دو ره سی دو لا سی سول لا. خطای عربی که روی می گذاشته به صورت تریمولو اجرا میکنیم که تو ویدیوهای بعدی توی تکنیک‌های عاشق توضیح خدمتتون خواهم داد، ولی به وسیله مچ، یعنی هر چقدر که مچ رو نرم‌تر بگیریم این حرکت راحت‌تر تو دستمون اجرا خواهد شد. من بذارم این برتر که مچمو ببینین قشنگ. این حرکت مچ به وسیله مچ نه و آخرین نوتش. به پایان کتاب دوم رسیدیم. همه این ویدیوها سعیش برای این بود که خدمت کوچیکی به شما عزیزان کرده باشیم. اون دسته از عزیزانی که کلاس نمیرن سوالاتی از طریق تلفن یا تلگرام از ما پرسیدن، خواستیم که کمکی به اون دسته عزیزان کرده باشیم. هدف فقط خدمت هست، وگرنه هیچ گونه ادعای پشت هیچ گونه از این فیلم ها نداریم. امیدوارم که بزنید، لذت ببرید. اگر که دوست داشتید میتونید فیلماتون رو برام تلگرام کنید. سوالی بود فکر میکردید کمک از دستم برمیاد و کمال میل در خدمتتون هستم. 912-218-6197. اگر که دوست دارید ویدیوتون رو میتونید داخل سایتمون قرار بدین. ویدیویی که با تمرینی که به وسیله این ویدیوها یاد گرفتید میتونید برامون بفرستین. خوشحال میشیم ببینیم و لذت ببریم. امیدوارم که موفق باشیم.